کلا یک سری زبان‌های برنامه‌نویسی داریم برای هوش مصنوعی که حالا هر کدوم یه سری مزایا و معایب خودشونو دارن و کاربردهای خودشون. اولین و مهمترین و من میتونم بگم شاید اصلی ترین زبان برنامه‌نویسی هوش مصنوعی زبان پایتون هستش. پایتون یکی از محبوب ترین زبان‌ها برای خیلی از حوزه‌ها و حوزه هوش مصنوعی هستش و به خاطر اینکه این زبان اولا یادگیریش خیلی ساده است، خیلی سینتکسش خیلی آسونه و به زبان انسان نزدیکه و اینکه یک سری کتابخونه‌ها و فریمورک‌های خیلی قدرتمندی داره که برای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق خیلی کاربردی هستن. یعنی توی زبان پایتون بر اساس زبان پایتون یک سری کتابخانه‌هایی طراحی شده برای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق که اینها خیلی قوی هستن و انواع و اقسام شبکه‌های عصبی عمیق و متدهای یادگیری ماشین رو ما میتونیم با این کتابخانه‌ها پیاده‌سازی کنیم و همونطور که گفتم خیلی ساده است، خیلی انعطاف پذیره و بسیار مستند شده هستش و چون خیلی استفاده شده ما میتونیم گروه‌ها و فروم‌ها و وبسایت‌های خیلی زیاد پیدا کنیم که در مورد این زبان صحبت کردن. اگر کاربرا اشکال داشتن اومدن اشکالاشون رو پرسیدن و بقیه افراد اشکالات رو رفع کردن. یعنی این زبان مستنداتش خیلی قوی هستش و یه زبانی هستش که میشه گفت حرف اول رو توی بحث برنامه‌نویسی هوش مصنوعی میزنه. زبان بعدی که استفاده میشه آر هستش یا حالا توی نرم افزار آر هم ما داریم که این برای بیشتر تحلیل داده ها و آمار استفاده میشه، ولی خب یه سری کتابخونه برای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق هم داره و آر بیشتر برای بحث‌های دیتا ماینینگ و تجزیه و تحلیل داده ها و مخصوصا مثلا تحلیل داده های مثل داده های پروتئینی و ژنومی استفاده میشه. البته توی پایتون هم ما میتونیم از داده های ژن پروتئین استفاده کنیم، ولی خب آر اختصاصا برای بحث‌های تجزیه و تحلیل داده ها هستش و مناسبه برای این قضیه. زبان بعدی زبان سی پلاس پلاس هستش که خب خیلی از ما شاید توی دانشگاه اینو باهاش آشنایی داریم. از سی پلاس پلاس هم میشه برای بحث‌های هوش مصنوعی استفاده کرد. حتی بعضی از فریمورک های هوش مصنوعی که حالا تو اسلاید بعدی توضیح میدم مثل تنسور فلو اومدن یه قسمت از کد خودشون رو از سی پلاس پلاس نوشتن. یعنی اینکه سی پلاس پلاس پایه و اساس بعضی از فریمورک های معروف هوش مصنوعی هستش و به علاوه بعضی از شرکت‌ها من دیدم که از سی پلاس پلاس استفاده میکنن برای بحث‌های اون یادگیری عمیق و یادگیری ماشین. زبان بعدی جاوا هستش که حالا علاوه بر کاربردهایی که توی وب داره برای سیستم‌های و اپلیکیشن ها، مخصوصا اپلیکیشن هایی که مبتنی بر یادگیری عمیق و یادگیری ماشین هستن هم خیلی استفاده میشه و این زبان خب یک سری ویژگی ها داره، مثل اینکه مثلا خیلی پایداره و مقیاس پذیر هستش، یعنی تو مقیاس های متفاوت و بزرگ میشه ازش استفاده کرد و به خاطر همین هم برای پروژه های بزرگ زبان مناسبی هستش. زبان بعدی لیسپ هستش که این هم یکی از قدیمی ترین زبان های کلا برنامه نویسیه که در واقع ابتداعا برای بحث هوش مصنوعی طراحی شده بوده. این زبان ها انعطاف پذیری داره و هنوز توی بعضی از تحقیقات هوش مصنوعی از این زبان استفاده میشه، ولی حالا خیلی کاربردش گسترده نیست تقریبا میشه گفت. و زبان بعدی هم اسمش جولیا هستش که یه زبان میشه گفت جدیده برای بحث‌های پردازش‌های عددی و علمی طراحی شده و مخصوصا برای یادگیری ماشین و پردازش داده ها خیلی این زبان استفاده میشه و توی پروژه‌ای که حالا کارایی بالا مخصوصا توی بحث‌های پردازش داده مهمه از جولیا استفاده میکنه. ولی باز تکرار میکنم حالا این 6 تا زبانی که ما اینجا صحبتش کردیم در واقع زبان‌های عمده‌ای هستن که برای هوش مصنوعی استفاده میشه. حالا افراد با توجه به پروژهشون، هدفشون یا هر چیز دیگه از این زبان استفاده میکنن، ولی باز تاکید میکنم که پایتون میشه گفتش که بهترین در شاید صدر این زبان‌ها برای بحث هوش مصنوعی هستش. خب بریم ببینیم که کتابخونه ها چی هستن و فریمورک های هوش مصنوعی چی هستن. ببینید همه زبان هایی که خدمتتون عرض کردم مثل پایتون، سی پلاس پلاس، جاوا و غیره خب یک سری زبان های برنامه نویسی هستن، استراکچر و ساختار خاص خودشون رو دارن و حالا ویژگی های خاص خودشون رو دارن، ولی موردی که هست اینه که
این زبان‌ها یک جنبه عمومی دارن و یک جنبه اختصاصی. جنبه اختصاصی یعنی چی؟ مثلا پایتون در حالت کلی ما میتونیم یک برنامه ساده باش بنویسیم که یه سری محاسبات عددی انجام بدهیم، یه برنامه ماشین حساب بنویسه. ولی اگر ما بخوایم از این پایتون برای بحث هوش مصنوعی استفاده کنیم، نیاز داریم که یک سری پکیج ها، کتابخانه ها، یک سری میشه گفت کد های فشرده شده خاصی رو بهش اضافه کنیم که ما بتونیم اون بحث‌های هوش مصنوعی رو پیاده سازی کنیم. مثلا اگر بخوایم شبکه‌های کانولوشن رو پیاده سازی کنیم، لایه‌هاشو بذاریم، خب توی زبان پایتون چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ باید یک سری کتابخانه و فریمورک‌هایی رو استفاده کنیم که این کار رو برای ما انجام بدن. خب ببینیم حالا چه فریمورک‌هایی وجود داره. خب اولین فریمورک است به نام تنسورفلو که توسط کمپانی گوگل توسعه پیدا کرد و ارائه شد که این فریمورک برای توسعه مدل‌های یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و بحث‌های محاسبات عددی خیلی مناسب هستش. این فریمورک‌ها شامل یک سری کدهایی هستن که به ما اجازه میدن که بیایم اون مدل‌ها و شبکه‌های یادگیری عمیقمون رو و اون معماری‌های خاص شبکه‌های عمیقمون رو پیاده سازی کنیم. مثلا چی؟ مثلا توی تنسورفلو یک کدی در نظر گرفته شده که ما میتونیم لایه کانولوشن رو بذاریم، یک کدی هست که ما میتونیم لایه مکس پولینگ رو بذاریم یا لایه های دیگه. کلا بحث اینه که عملکرد فریمورک ها اینه که بیان اون پیاده سازی لایه ها و معماری های مختلف شبکه های عصبی رو برای ما آسون کنن. و خب این تنسورفلو کتابخانه یا فریمورک بسیار قوی هستش. ما میتونیم از اون روی حالا جی پی و تی پی استفاده کنیم که جی پی تی پی رو بعداً توضیح میدم چی هستن. فقط یه توضیح کلی بدم اینه که روی سیستم های ما، روی لپتاپ های معمولی ما، پردازنده مرکزی ما از نوع سی پی هستش معمولا. حالا بعضی از لپتاپ ها و سیستم ها جی پی دارن، ولی برای اجرای شبکه‌های یادگیری عمیق چون محاسبات بسیار بالا هستش، کلاً سی پی یو جوابگو نیست و ما باید از سیستم‌های قدرتمندی مثل جی پی یو و تی پی یو استفاده کنیم که حالا باز اینا رو بیشتر توضیح میدم توی اسلایدهای آینده. و در واقع تنسورفلو خودش حالا یک فریمورک بوده که بعدها یک فریمورک دیگه به نام کراس هم بر اساس تنسورفلو معرفی کردن که هر دوتا بسیار قوی هستن. پس تنسورفلو خودش یک فریمورک جدا هستش. فریمورک بعدی کراس هستش که در واقع بیس کد کراس شبیه تنسورفلو هست. ما میتونیم بگیم که بکبون کراس تنسورفلو هستش، ولی کراس کلا یک کتابخونه سطح بالا برای یادگیری عمیق بسیار ساده است و خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم و مدل های یا شبکه‌های یادگیری عمیقمون رو بحث‌های دیگه مثل پردازش زبان طبیعی و بحث‌های دیگه رو با کراس پیاده سازی کنیم. این کتابخانه همونطور که گفتم بر پایه تنسورفلو هستش و خیلی کاربرپسند، خیلی ساده است و خیلی سریع میتونیم ازش استفاده کنیم تا یک کد شبکه رو بنویسیم. یعنی به اندازه کافی هم قوی هست و مستندات این کتابخانه یا حالا این فریمورک هم خیلی زیاد هستش. یعنی شما میتونید تو انواع سایت های حالا که برای بحث کد نویسی هست مستندات خیلی زیاد در مورد کراس پیدا کنید و مطالعه کنید. کتابخانه معروف بعدی پایتورچ هستش. پایتورچ هم خیلی معروفه و خیلی محبوبه برای بحث یادگیری عمیق که فیسبوک اینو توسعه داد و ارائه کردش. و در واقع پایتورچ از مدل‌های داینامیک پشتیبانی می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ما وقتی از کراس استفاده می‌کنیم، خب یه سری لایه‌ها و کتابخانه‌های از قبل، لایه‌ها و متدهایی از قبل طراحی شده، ما از اونها استفاده می‌کنیم، خیلی سریع شبکه‌مون رو آموزش میدیم. ولی توی پایتورچ طوری هستش که ما میتونیم یک سری تغییرات رو هم توی این متدها و کدهامون بدیم. به خاطر همین بهش میگن داینامیکه. یعنی یه جاهایی ما میتونیم ساختار لایه‌هامون رو خیلی دستکاری کنیم، عوض کنیم که حالا بعضی جاها توی بعضی از تحقیقات و حالا حالتهای خاصی که نشه از کراس استفاده کرد و اون برنامه‌نویس بخواد یه تغییرات خیلی خاصی توی لایه‌ها انجام بده، میاد از پایتورچ استفاده میکنه. ولی خب همونطور که گفتم پایتورچ خیلی خوب هستش، خیلی قویه
و توی قدرت بالایی هم توی پردازش‌های GPU داره و به خاطر انعطاف پذیریش هم توی بعضی از تحقیقات علمی معمولا خیلی محبوبه و استفاده میشه. کتابخانه بعدی کتابخانه سایکیت هستش که در واقع این اختصاصا برای بحث یادگیری ماشینه، یعنی برای بحث یادگیری عمیق نمیشه ازش استفاده کرد. این کتابخونه تمام متدهای یادگیری ماشین رو که برای طبقه بندی هستن، برای رگرسیونن، برای کلاسترینگ یا خوشه‌بندی، کلا هر موردی که باشه توی سایکیت لرن ما میتونیم استفاده کنیم و برای بحث داده‌کاوی هم خیلی استفاده میشه. کتابخانه بعدی عذرخواهی میکنم فریمورک، البته میشه حالا بهشون کتابخانه هم گفت، کافه هستش یا حالا کافه که برای یادگیری عمیقه و برای بحثای اون بینای کامپیوتر اختصاصا ساخته شده. سرعت بالایی داره، کاراییش هم بالا هستش. به اندازه حالا پایتورچ، تنسور فلو استفاده نمیشه، ولی خب به هر حال حالا کاربران خودشو داره. کتابخانه بعدی MXNet هستش، یک کتابخانه اوپن سورس یا متن باز هستش که توسط آمازون پشتیبانی میشه و این هم برای بحثایی که حالا اون ما میخوایم پردازش‌ها رو توی مقیاس بزرگ انجام بدیم یا توی مقیاس‌های توزیع شده، مثلا پردازش روی چند تا سیستم انجام بشه، MXNet کاربردی هستش، ولی خب اینم باز به اندازه ستای اول استفاده نمیشه. از بین فریمورک هایی که معرفی شد، این فیلم آموزشی بر اساس فریمورک کراس خواهد بود که اون هم به خاطر حالا ویژگی های خاصی کراس داره. من تصمیم گرفتم که آموزشمون رو بر پایه کراس بذارم. اولین ویژگی مهمی که کراس داره این هستش که این کتابخانه بسیار ساده و کاربرپسنده. ببینید این که میگم ساده، نه اینکه عملکردش ساده باشه، یعنی استفاده ازش خیلی ساده است. با چند تا خط کد ما میتونیم یک شبکه کانولوشن بنویسیم و این خب خیلی مهمه، مخصوصا برای افراد وقتی که تازه میخوان شروع کنن کار رو. کراس خیلی خوبه چون هم دید اولیه رو بهشون میده و هم خیلی راحت‌تر میتونن به نتیجه برسن و کدهاش هم خیلی خوانا و مختصر هستش و اینکه یعنی اینکه مثلا شما خیلی راحت میتونید حالا کدها رو اگر مثلا مشکلی توی پروژهتون پیش بیاد یا خطایی پیش بیاد خیلی راحت میتونید کدها رو بررسی کنید. مورد بعدی این هستش که خب از تنسور فلو پشتیبانی میکنه، یا اینکه در واقع میتونیم بگیم که تنسور فلو از کراس پشتیبانی میکنه، چون که همونطور که گفتم کراس در واقع میاد یک کتابخانه سطح بالایی هستش که میاد از به طور مستقیم یا حالا توی بکبونش از تنسور فلو استفاده میکنه و در واقع میتونیم بگیم هر قدرتی که تنسور فلو داره یا هر مزیتی که تنسور فلو داره کراس هم اونو داره. مورد بعدی این هستش که کراس ساختاری داره که ما انواع مدل های شبکه های عصبی از ساده ترین مدل گرفته تا پیچیده ترین مدل برای پیچیده ترین پروژه ها رو میتونیم ازش استفاده کنیم و پیاده سازی کنیم. ویژگی بعدی که داره اینه که از GPU پشتیبانی میکنه، یعنی ما میتونیم کدهای کلاسمون رو روی GPU خیلی راحت اجرا بذاریم برای اجرا و خب مسلما سرعت آموزش میره بالا و اصلا ما مجبوریم که از GPU استفاده کنیم. ولی حالا یک سری کتابخانه هستن که زمانی که میخوایم اونا رو روی GPU اجرا کنیم خب یه سری دردسرایی داره، یه سری تنظیماتی داره و شاید پشتیبانی نکنه به راحتی، ولی کراس خیلی راحت شما کد رو مینویسید خودش سریع GPU رو تشخیص میده و شروع میکنه به اجرا شدن و آموزش دیدن. و همونطور که خدمتتون گفتم خود کراس یک سایت اختصاصی داره که تمام مستندات این فریمورک داخلش آورده شده، همه شبکه‌هایی که هست، همه لایه‌هایی که هست، همه پارامترهایی که باید موقع کدنویسی استفاده کنیم همه توی سایت کراس آورده شده و شما خیلی راحت میتونید مطالعه کنید و استفاده کنید. به علاوه تعداد خیلی زیادی فروم‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستن که میان حالا از کدهای کراس پشتیبانی میکنن و افرادی هستن که شما میتونید سوالاتون رو بپرسید و اونا متخصص هستن در زمینه کراس و به سوالای شما حالا یه خطاهایی که باش مواجه شدید پاسخ بده. و همونطور که خدمتتون گفتم به خاطر حالا ویژگی خاصی که داره از همه انواع لایه‌ها برای همه انواع شبکه‌ها پشتیبانی میکنه. شما چه بخواید یه شبکه ساده بنویسید برای طبقه بندی، چه شبکه
LSTM بنویسید، شبکه‌هایی بنویسید برای بحث‌های کامپیوتر ویژن، برای بحث‌های نچرال لنگویج پروسسینگ یا هر چیز دیگه کلاً کراس امکاناتش رو داره. و چون که خیلی ساده هست، در واقع ساده هست در استفاده و قابلیت تست و استفاده سریع داره توی همه حالا پروژه‌های تجاری و همچنین برای بحث‌های تحقیقاتی، یعنی توی همه محیط‌های تحقیقاتی و تجاری کراس قابل استفاده هست و محبوبیت خاص خودشو داره. حالا که با ویژگی‌های کراس آشنا شدیم، پس یک مرور کلی داشته باشیم که ما قراره از زبان پایتون استفاده کنیم برای این پروژمون و از فریمورک کراس برای پیاده سازی شبکه‌های عصبیمون. حالا ببینیم که خب کجا ما میتونیم این شبکه‌های عصبیمون رو پیاده سازی کنیم، یعنی کجا میتونیم در واقع کدمون رو بنویسیم، تو چه محیطی. خب شما میدید مثلا فرض کنید برای سی ما باید یه محیط داشته باشیم بریم کدای سی رو بنویسیم یا سی پلاس پلاس یا سی شارپ مثلا توی ویژوال استودیو مینویسیم. حالا ببینیم این کدای پایتون رو کجا ما میتونیم بنویسیم. خب یکی از مهمترین محیط‌های کدنویسی محیطی است به نام جوپیتر نوتبوک که یکی از مهمترین و محبوبترین محیط‌ها برای نوشتن اجرای کدهای پایتون هستش. خیلی راحت ما میتونیم جوپیتر رو نصب کنیم. محیط بعدی پایچرم هستش که اونم یک آیدی خیلی قدرتمندی هستش برای برنامه‌نویسی پایتون، یعنی توی پایچرم هم ما میتونیم کدهای پایتون رو بنویسیم، کتابخانه ها، فریمورک هامون رو اد کنیم و حالا کارهایی که مد نظرمون هست رو انجام بدیم. محیط بعدی ویژوال استودیو کد هست، یعنی همون محیط ویژوال استودیو که ما برای نوشتن کدهای مثلا سی شارپ ازش استفاده میکنیم، ما میتونیم یه سری افزونه ها پلاگین بهش اضافه کنیم و کدهای پایتون هم حتی داخلش بنویسیم، چون کلا خود ویژوال استودیو یک ویرایشگر اوپن سورس هستش که میتونیم حالا گسترشش بدیم و برای استفاده های خاص هم ازش استفاده کنیم. محیط بعدی اسپایدر هستش که اینم محیط توسعه برای پایتونه که برای به طور خاص برای بحث‌های علم داده و محاسبات علمی طراحی شده، ولی ما همه شبکه‌های عصبیمون هم میتونیم داخل اسپایدر مثلا بنویسیم. محیط بعدی آناکوندا هستش که اونم باز یک پلتفرم رایگان و متن‌باز برای کار با داده‌ها، یادگیری ماشین و در واقع آناکوندا میتونیم بگیم یک مجموعه هستش که هم شامل جوپیتر میشه و هم شامل اسپایدر میشه. وقتی ما آناکوندا رو نصب میکنیم به طور خودکار محیط جوپیتر و محیط اسپایدر هم نصب میشن و قابل استفاده هستن. این محیط ها میشه گفت تفاوت های خیلی خاصی با هم ندارن، ولی بس شاید سلیقه شخصی باشه. مثلا بعضی از افراد ترجیح میدن توی اسپایدر کد بنویسن، بعضی مثلا توی جوپیتر. من خودم همیشه توی اسپایدر مثلا کد مینویسم. تفاوت‌های جزئی دارن ولی نمیشه بگیم که این تفاوت‌ها مثلا میاد کیفیت کد ما رو تحت تاثیر قرار میده. نه، اینطوری نیستش. محیط بعدی حالا خیلی شاید شناخته شده نیست. اون محیط‌های قبلی که خدمتتون گفتم معمولا خیلی شناخته شده و پر کاربرد هستن. محیط بعدی سابلایم تکست هستش که ویرایشگر متن سبکه و مثل نوتپد خیلی ساده هستش برای نوشتن کدهای پایتون و یادگیری ماشین قابل استفاده است. قبل از اینکه من گوگل کلاب رو توضیح بدم، ببینید بچه‌ها، ما همه این مدل‌های قبلی که محیط‌های قبلی که خدمتتون گفتم وقتی می‌خوایم ازشون استفاده کنیم میریم خب اینا توی سایت‌های مربوطه این محیط‌ها رو حالا یا این در واقع شاید بشه گفت محیط‌های نرم افزاری رو دانلود می‌کنیم و نصبش می‌کنیم روی سیستممون و می‌خوایم حالا کدمون هم بنویسیم و اجرا کنیم. خب اول اینکه وقتی ما از این محیط‌ها استفاده می‌کنیم، بعد از اینکه ما این محیط‌ها رو ران کردیم روی سیستممون، باید بریم یکی تمام کتابخانه‌هایی که مورد نیازمون هست رو نصب کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما میریم فرض کنید ما میریم اسپایدر رو دانلود میکنیم یا حالا آناکوندا یا هر کدوم، اینو نصبش میکنیم. اوکی، حالا محیط رو باز میکنیم، میخوایم کد بنویسیم. اول باید چیکار کنیم؟ باید دونه دونه کتابخونه ها رو نصب کنیم. کتابخونه تنسورفلو رو نصب کنیم، کراس رو نصب کنیم، کتابخانه های نامپای رو نصب کنیم مثلا برای کار با داده ها و آرایی ها. بعد کتابخانه مثلا پانداز رو نصب کنیم. این کتابخونه ها رو بعداً باز توضیح میدم خدمتتون. این کتابخونه ها رو یکی یکی نصب کنیم
یعنی برای هر کاری که می‌خوایم بکنیم یه لیستی اول باید از کتابخانه‌ها رو نصب کنیم و بعد شروع کنیم به کدنویسی. یه مورد و البته خب شاید ما بعضی اوقات باید این کار رو انجام بدیم و حالا من خودم این کار رو انجام دادم برای اینکه یه سری کدای ساده رو روی سیستم اجرا بگیرم، همین کار رو انجام دادم. و حالا فرض کنید که علاوه بر این ما سیستممون CPU داره و برای اجرای کدا CPU اصلا جوابگو نیست. پس ما یه محیطی نیاز داریم که GPU هم داشته باشه. خب ببینید حالا من طبق تجربه خودم بگم خدمتتون. خب بعضی هستن که در واقع سیستمشون کلا GPU داره، ولی حالا فرض می‌کنیم که این کارو یعنی این کارو نتونیم بکنیم و حالا ما سیستممون در حدی نیستش که بخوایم حالا GPU داشته باشه و غیره. خب توی ایران یه مراکزی هستن که شما میتونید برید ازشون GPU رو مثلا به صورت روزانه اجاره کنید و کارتون رو انجام بدید، که مراکز خیلی زیادی هم هستن. حالا یا به صورت روزانه، ماهانه، هفتگی، هر جوری که میدونید میتونید اجاره کنید و اگر که کد خاصی نیاز دارید و اجرا کنید. ولی حالا فرض کنید ما میخوایم شروع کنیم به یادگیری و حالا نمیخوایم بریم یک فرض کنید از یک مرکزی بخوایم GPU اجاره کنیم. خوشبختانه برای موردی مثل این مورد گوگل یک امکان خیلی خوبی گذاشته به نام گوگل کلاب. گوگل کلاب خیلی امکان خوبی هستش از این لحاظ که اولا یک محیط آنلاینه که توسط گوگل ارائه میشه و ما میتونیم کدهای پایتونمون و مدل‌های یادگیری عمیقمون رو توی این فضای ابری که گوگل فراهم کرده اجرا کنیم. و مورد مهم دیگه این هستش که ما توی گوگل کلاب معمولا نیاز به نصب کتابخانه خاصی نداریم، یعنی به صورت پیش‌فرض کلی از کتابخانه‌های مهم مثل فرض کنید تنسورفلو، کراس، پایتورچ و خیلی از کتابخانه‌های نامپای، سایپای، متپلاتلیب، سایکله، اینا همه به صورت پیش‌فرض نصب شده روش. حالا بعضی اوقات ما میخوایم یه کتابخونه‌های خاصی استفاده کنیم، اونو خیلی راحت میتونیم روی گوگل کلابمون نصب کنیم. ولی در حالت کلی پس گوگل کلاب 2 تا ویژگی خاص داره. اولا اینکه به صورت رایگان به ما GPU میده. حالا یک سری محدودیت‌ها داره، مثلا فرض کنید در طول روز خیلی نمیتونیم استفاده کنیم یا حالا برای ساعت‌های خاصی میشه استفاده کرد، ولی باز هم میشه استفاده کرد و من حتی بعضی از پروژه‌هامو روی گوگل کلاب انجام دادم و اجرا گرفتم، یعنی هیچ مشکلی پیش نیومده و مهمتر این که همه کتابخونه‌ها رو به صورت پیش‌فرض نصب کرده و ما خیلی راحت فقط کافیه بریم اونجا و کدمون رو بنویسیم. و توی این پروژه هم قراره ما از محیط گوگل کلاب استفاده کنیم. پس چی شد؟ یک بار دیگه میگم ما یک سری محیط‌های کدنویسی داریم برای پایتون که توی این اسلاید و اسلاید قبلی خدمتتون گفتم. و این زمانی هستش که مثلا ما بخوایم روی سیستم خودمون نصب کنیم و کدنویسی کنیم. ولی چون که ما نیاز داریم به GPU، مخصوصا به خاطر اینکه نیاز داریم به GPU میریم از گوگل کلاب استفاده میکنیم، چون حالا نصب کتابخانه‌ها روی سیستم خودمون حالا خیلی کار سختی هم نیست، یعنی خیلی راحت میتونیم با یه دستور سریع نصبشون کنیم. ولی چون ما نیاز داریم که یه سیستمی باشه، یه جایی باشه که ما به صورت رایگان بتونیم از GPU استفاده کنیم، گوگل کلاب فراهم شده. فقط کافیه که شما یک حساب کاربری جیمیل داشته باشید. با اون حساب کاربری جیمیل شما میتونید به فضای کلاب دسترسی داشته باشید و کدهاتون رو اجرا کنید. ویژگی‌هاش این هستش که خب اون GPU و TPU رایگان رو به ما میده. ما میتونیم کدهامون و پروژه‌هامون رو توی فضای درایو، گوگل درایو ذخیره کنیم و فضای گوگل درایو رو ما میتونیم وصلش کنیم به فضای گوگل کلابمون که اینا رو همه رو حالا توی قسمت عملی همه رو با هم میبینیم که چطوری هستش. و هر امکانی هم که توی جوپیتر نوتبوک ما داریم، گوگل کلاب همه رو با توان پردازشی بالا برای ما فراهم کرده. پس مزیتش هم که همینه که در واقع ما اصلا نیازی نداریم هیچ کتابخانه‌ای نصب کنیم و خیلی راحت از طریق حالا مرور وبمون رو باز میکنیم و استفاده میکنیم و به صورت رایگان هم بهمون سخت افزار میده.